سلام خدمت دوستان عزیز. امروز قراره که یک سایت عالی برای کسب درآمد ارزی بهتون معرفی کنم که نیاز به زیر مجموعه گیری نداره. این روش درآمدی در بستر بلاکچین و یک قرارداد هوشمند مالی در زمینه در انگار ارز دیجیتالی ترونه. خب ترون هم که یکی از معروف ترین ارز دیجیتالی حساب میشه در کنار بیت کوین، اتریوم و ریپل. و شما اولین که میخواین روش درآمدی شروع کنین نیاز به یک کیف پول دارین، کیف پول ترون که آموزش رو بهتون میدم. و بعد از اونم حالا یک صرافی ایرانی که حالا هر کدوم دوست داشتین، حالا مثل اکس کنه که حالا من یه روش رازیات بهتون آموزش میدم، یا مثل نوبیتکس میرین رازیات میکنین و از طریق اون ترون خرید و فروش میکنین. خب دوستان، اینجا وارد سایت ترون لینک میشیم که مربوط به کیف پولتونه. اینجا اولین سایتی که بالا میاد مربوط به ترون لینکه. روش که بزنین وارد همچین صفحه میشین که به 3 نسخه اندروید، iOS و ویندوزه که اگه حالا ویندوز نداشتین میتونید از این دو نسخه دیگه استفاده کنین. روی ویندوز که بزنین وارد این صفحه میشین. چون من انگار این کیف پول داشتم از قبل، ولی چون شما میخواین وارد کنین، میخواین نصبش کنین، تازه نوشته افزودن به کروم و وقتی افزودن رو بزنین اینجا براتون نشون داده میشه که وقتی روش بزنین صفحه کیف پولتون ظاهر میشه و پسورد رو اینجا باید بزنین. یه پسوردی که مربوط به خودتون دوست داشتین بزنین. دقت کنین کلمه اولش، حرف اولش انگار با حروف بزرگ باشه. حالا بقیه‌اش شما حالا برای امنیت بیشتر میتونید از نشانه کام استفاده کنید. خب اینجا پسورد خودمو میزنم. این کیف پول نشون داده میشه که TRX همون ترونه، بیت کوین، اتریوم، والا چند تا ارز دیگه هم در پایین. نکته دیگه که چون من کیف پول از قبل داشتم، یه راست وارد کیف پول میشه، ولی چون شما میخواین تازه وارد بشین، هم اول یه دونه 12 تا کلمه بهتون نشون میده که اون 12 کلمه رو یه جا بنویسین یا اسکرین میگیرین ازش و یه تست هم ازتون میگه که انگار مطمئن بشه که اون 12 کلمه درسته، که دلیلش همینه که اگه وقت پسورد فراموش کردین با همون 12 کلمه وارد کیف پولتون بشین. خب دوستان، وارد سایتی که بهتون معرفی کردم میشین که لینکشو در پایین کلیپی که براتون ارسال میشه میبینین و وقتی روی لینک بزنین وارد این پلتفرم میشین. شما ابتدا باید وارد قسمت ریجستر بشین، اتوماتیک ریجستر، که اول کار با همچین اخطاری مواجه میشین. یعنی شما می‌نویسه که شما هیچ ترونی ندارین داخل اون کیف پول که بهتون گفتم، این ترون لینک، و ازتون میخواد که حداقل 220 ترون اونجا شارژ کنین تا بتونین سیرکل یکتون رو فعال کنین، که از طریق صرافی ها یا جایی که دوست داشتین میتونین 220 ترون رو بگیرین که ابتدا بهتون میگم کارمزدش هم در نظر بگیرین و به اندازه اون شارژ کنین. خب ابتدا ما وارد و اینکه محیط رو بهتون نشون بدم، روی آیدی 1 میزنیم. اولین کسی که وارد این پلتفرم شده تا الان یه چیز حدود فکر کنم 4000 و خورده دلار درآمد کسب کرده، 4150. خب یک نمایی از فضای کاربریشون که بخوام بهتون بگم، سیرکل یک که شما دارین همون 200 ترون که بعد بدین برای اینکه سیرکل یکتون رو فعال کنین. ترون هم الان نزدیک 700 تومنه، 700 تک تومنه، که 200 ترون فکر کنم نزدیک 130000 120000 یه چیز توی مایه ها میشه براتون. و سیرکل یک اینقدر، سیرکل دو 900 ترون و سیرکل سه 3000 ترون لازم داره برای اینکه فعال بشه. و هر کدوم از اینا رو فعال کنین هر کدوم یه استخر درآمدی داره که لازم به زیر مجموعه گیر هم نیست، که اینجا ورودیش هر کدوم نوشته 400 600 950 1500. و تو سیرکل یک ما 4 تا استخر داریم، سیرکل دو 5 تا و سیرکل سه هم 5 تا، در مجموع 14 تا استخر درآمدی داریم. خب یک شاید سوال براتون پیش بیاد که این فردی که این مقدار درآمد کسب کرده تا الان چقدر پول گذاشته داخل سایت. حالا این توضیح به شما بخوام بدم، ایشون یه 200 ترون برای سیرکل یکش انگار برای فعالسازیش هزینه کرده، 900 تا برای سیرکل دو و 3000 تا برای سیرکل سه. در مجموع
یه چیز حدود 4100 تا ترون هزینه کرده، میتونه نزدیک 3 میلیون خورده‌ای برای در مجموع کل سیرکلاش خرج کرده. و استخراج هم شما میتونید با یک 400 ترون تا انتهای استخراج پیش برین، لازم نیست دیگه اصلا هیچ خزینه کنید. یه 400 ترون میدین برای استخراج، وارد استخر میشین و این مسیر تا آخر طی میکنین، میاین تا انتهای این استخر که میبینید نزدیک 30,000 ترون، نزدیک 22 میلیون فقط از همین استخر میگیرین. حالا دوستان میخوام بهتون بگم که این فرد تا الان اینقدر هزینه کرده، تا الان چقدر درآمد داشته از روش‌های مختلفی که این سایت داره. روی قسمت درآمدش از طریق استخرهایی که بهتون گفتم، 14 تا استخر، نزدیک 64,000 ترون، نزدیک حدود معادل 45 میلیون خودمون درآمد داشته از طریق فقط استخر، یعنی بدون هیچ زیر مجموعه گیری. و از طریق سیکل سازی و زیر مجموعه گیری نزدیک 88,000 ترون، یعنی نزدیک به 55 میلیون تومان هم از طریق زیر مجموعه گیری کسب درآمد کرده. خب شما میتونید هم از طریق استخر کسب درآمد کنین و هم از طریق زیر مجموعه گیری، یعنی انتخاب با خودتونه و بهتره که از هر دو طریق انگار کسب درآمد کنین تا زودتر به درآمد برسین. این فردم الان نزدیک به 2 هفته است که شروع کردین، کل الان سایت نزدیک بودن فکر کنم 2-3 هفته است که استارتش خورده شده و در از 2 هفته این مبلغ خیلی خوبیه. خب دوستان، اینجا قراره که نحوه کار با استخر رو بهتون توضیح بدم. خب شما اولین کار که کردین وقتی وارد سایت شدین، سیرکل یکتون رو فعال کردین و این 4 تا استخر مربوط به سیرکل یکتونه. خب نحوه کار در این استخر به چه صورته؟ شما اگه در نظر بگیرید فرد شما هستین و میخواین وارد اولین استخر بشین، نیاز دارین که یه 400 ترون برای اینکه وارد استخر بشین هزینه کنین که قسمت بای پولی که وقتی بزنین این استخر فعال میشه، این 4 تا استخراتون فعال میشه تا زمانی که به استخر 4 برسین. خب شما 400 ترون میدین، وارد استخر میشین و منتظر میمونین تا نزدیک به خروج از استخر برسین، یعنی انگار اولویت بندی داره و واسه کسی که زودتر وارد استخر بشن. خب وقتی شما نزدیک به مرحله شدین که میخواین از استخر 1 برسین به استخر 2، 2 نفر باید حتما وارد استخر بشن. 2 نفر با هزینه 400 ترون وارد استخر میشن، یعنی در مجموع 800 ترون. و از این 800 تا 200 تاشو مستقیم میدن به شما، یعنی وارد کیف پولتون میشه. مابقیش که 600 ترون میشه به شما میدن تا بتونید استخر 2 رو فعال کنین، یعنی شما هیچ هزینه‌ای نمی‌کنین، همون 400 ترون که اول دادین با همون وارد استخر 2 میشین، یعنی شما اون 800 ترون 600 تاش به شما میدن اینجا که شما وارد استخر 2 بشین، 200 هم که به کیف پولتون منتقل میشه. خب اینجا وارد استخر 2 میشین، باز داره منتظر میمونین 2 نفر که وارد از استخر 1 میان به استخر 2 و 2 تا 600 ترون وارد استخر 2 میشه، در مجموع میشه 1200 ترون. از اون 1200 تا 250 ترون وارد کیف پول شما میشه و 900 تا 950 ترون باقی مونده به شما داده میشه که استخر 3 رو فعال کنید. همین اول کاری با 2 تا استخر، یعنی 450 ترون پول اولیه شما در میاد. شما وارد استخر 3 شدین، 2 نفر دوباره وارد میشن، 2 تا 950 تا از این مبلغ 400 ترون وارد کیف پولتون میشه و 1500 ما بقیه هم برای اینکه فعال کنین استخر 4. خب و در استخر 4 دو تا اتفاق براتون میفته. از اون 2 نفری که 1500 ترون که وارد استخر میکنن که 1400 ترون وارد کیف پول شما میشه، 900 تا دیگه هم به شما داده میشه تا بیان سیرکل 2 تون رو فعال کنین. اما اول گفتم سیرکل 1 هزینه فعال سازیش 200 ترونه و سیرکل 2 900 ترون، یعنی شما میتونید حتی بدون که سیرکل 2 رو بخواید فعال کنین با همین استخر میتونید سیرکل 2 رو فعال کنین بدون هیچ هزینه‌ای. خب الان ما وارد میشیم به سیرکل 2. خب سیرکل 2 با همون هزینه 900 تا فعال شده، 1400 تا هم در استخر آخر به شما داده شده. حالا شما میتونید استخرهای این سیرکل رو فعال کنید. با پولی که بزنین 1400 ترون لازمه که وارد این استخر بشه، همون 1400 که در استخر 4 به شما داده شده و ظاهر هیچ هزینه لازم نیست بکنید. و 200 ترون، 250 ترون و 400 ترون هم تا همین الان وارد کیف پولتون شدین و سود کردین. خب استخر 5 انگار فعال میکنین، دوباره وارد میشین، دوباره همون پروسه 2 نفر وارد میشن، 800 ترون بهشون داده میشه، 2000 ترون هم بهتون میده که وارد استخر بعدی بشین و به همین صورت تا استخر 9. در استخر 9 8300 ترون به شما داده میشه، یعنی وارد کیف پولتون میشه
و 3000 ترون هم به شما داده میشه که سیرکل 3 تون رو فعال کنید. خب تا اینجا نکته خیلی مهم و جالب، اینجا 8300 تون فقط در استخر شماره 9 که به شما داده میشه، شما فقط 3000 تونش لازم دارین که وارد این استخر بشین. یعنی 5000 خورده دیگه وارد کیف پولتون میشه و سود خالص شماست. در مجموع 800 ترون، 1000 ترون، 1600، 2400 و اینجا هم که 3000 لازم دارین برای استخر بعدی و 5000 سود اینجاست. به علاوه اون 800 خورده که در سیرکل 1 سود کرده. خب اینجا 3000 تون وارد میکنین، دوباره همون پروسه 1500 سود، 4500 برای استخر بعدی تا انتهای یعنی استخر 14. در اینجا هم 30000 ترون فقط مربوط به همین استخر 14 است که شما سود طلب کنید. به علاوه 5000 اینجا، 3000 اینجا، 2500، 1500 هم در اینجا. در مجموع 14 تا استخر شما 64450 ترون سود میگیرید، یعنی نزدیک به 45 میلیون تومان خودمون. و این هزینه‌ای که به دست آوردیم، پولی که به دست آوردیم با چه مقدار هزینه بوده؟ با 400 ترون. یعنی شما با 400 تا این مبلغ رو میتونین به دست بیارید. خب دوستان، در قسمت بالای سایت یک قسمت هست به اسم جنرال اینفو که اطلاعات کلی راجع به پلتفرم داره به شما میده. اینجا شماره 1 تا شماره 14 مربوط به همین استخرهای درآمدزاییه و کسایی که دارین استخرها منتظرن و کسایی که آزاد شدن و در استخر بعدی جای گرفتن. مثلا اینجا شما در استخر شماره 1 1064 نفر مجموعاً داخل استخر بودن که از این 1064 نفر 533 نفر آزاد شدن، یعنی 1064 نفر الان وارد داخل استخر 1 و 533 نفر رفتن به استخر شماره 2 و در استخر شماره 2 به همون صورت 531 نفر الان داخل استخرن که 266 نفر آزاد شدن، یعنی همون 2 نفری که وارد میشن و 1 نفر خارج میشه و دوباره همون ترتیب، 266 نفر، 265 نفر در استخر شماره 3، 133 نفر آزاد شدن. در استخر شماره 4 هم همون صورت. اما یک تفاوت اینجا می‌بینید، در استخر شماره 4 66 نفر آزاد شدن و وارد استخر 5 شدن، اما می‌بینید 200 نفر داخل استخر 5 هستند. این تفاوت به خاطر اینکه بعضیا میان از استخر شماره 5 شروع میکنه استارت میزنن. یعنی من به شما گفتم بعد بخرین اینجا رو، نه اینا از استخر 1 شروع کنن بخرن بعد منتظر بشن تا استخر 5 برسه. اما اولی کار میان سیکل 2 شون رو فعال میکنن و استخر 1 سیکل 2 شون رو فعال میکنن، یعنی از اینجا استارت کارو میزنن که خیلی خوب بهتر هم است، سرعتش بیشتره و لازم نیست که این 4 تا استخر منتظرشون 4 تا استخر تموم بشه و سرعت کارتون میره بالاتر. و اینجا هم به همون سایش استخر شماره 6 7 8 تا استخر شماره 14. در استخر شماره 14 4 نفر منتظرن که 2 نفر آزاد شدن که از این 2 نفر 1 نفر همین آقاست که نزدیک به تمام استخر رو پر کرده. حالا روش کاری که به شما گفتم این که چجوری باید استخر شماره 5 رو فعال کنید. اینجا ما استخر شماره سیکل 1 که بهتون گفتم از اینجا فعال میکنید. بهتره که بیاین وقتی سیکل 1 رو فعال کردین سیکل 2 رو هم فعال کنین. خب سیکل 2 که وقتی فعال کردین میارین قسمت بای پول میزنین 1400 ترون میدین و از این استخر شروع میکنین. لازم نیست 4 تا استخر قبلی رو فعال کنین، از همینجا شروع میکنین و میرین پایینتر. حتی کسایی که حالا مبلغ بیشتری هم دارن میتونن سیکل 3 رو فعال کنن و از این استخر شروع کنن 3000 ترون بدن و تا استخر آخر که 30000 ترون که درآمدشه برسن. خب دوستان، یک روش این که گفتم یک سودی بیشتر هم بهتون میده. نگاه کنید شما اینجا الان 4 تا استخر فعال میکنین، در مجموع 800 تومن گیرتون میاد. اما اینجا با همون استخر 1 سودش 800 ترونه. خب پس به صرفه تر هم از سرعتش هم بیشتره. یه نکته دیگه هم که میخوام بهتون میگم، این کسایی که الان میبینید نزدیک 1064 نفر منتظرن در استخر 1. من 2 روز پیش که نگاه میکردم نزدیک به 400 نفر بود، یعنی تقریبا 600 نفر وارد شدن و هر چقدر شما دیرتر وارد بشین این تعداد میره بالاتر و یک استخر 1 رو شما میخواین تمام کنین کلی زمان میبره و هر چقدر زودتر بس بیان به نفعتونه. اگه بخواید تأخیر بندازین وایسین کسای دیگه بیشتری میان داخل سایت و برای خودتون سخت‌تر میشه که از این استخر میخوام به استخر بعدی. میگم که این پلتفرم نزدیک 2 هفته است که تا الان اومده. دوستان حالا میریم سراغ قسمت زیر مجموعه گیری. یک روش درآمدی بود، همون روش استخر، و روش دیگه هم زیر مجموعه گیری که 3 تا سیرکل داریم که همون 200 ترونی که شما اینجا وارد میکنین برای فعالسازی سیرکل 1 تون
شما 200 ترن وارد میکنید. در اصل 220 ترنه که 20 ترن کارمزد خود سایته. از اون مابقی 200 ترن 50% یعنی 100 ترن به کسی که شما رو معرفی کرده، یعنی دقیقاً میشه بالاسری شما 50% بون میرسه. یه علاوه مبلغ کارمزد برمی‌داره خود سایت، حدوداً فکر کنم 80 90 ترن بهش میرسه. بعد 15% به 2 نفر بالاسری کسی که شما رو معرفی کرده، بالاسریش در است. 5% به بالاسری اون، 2% به بالاسری اون یکی و 5% یا 6% کلا هم از اون 200 ترن کارمزد خود سایته. یعنی به این صورتی که شما اگه شما فرد یه نفر شما باشید و یک نفر مستقیم بیارین 50% بهتون تعلق میگیره. اونم اگه یک نفر رو بیاره 15% به شما تعلق میگیره و همینطور 15% بعد میشه 5%، 2% و در انتها هم که دیگه تا 4 لول شما میتونید سود کسب کنید. خب یک نکته‌ای که هست اینجا، شما مهم نیست که چند نفر میخوان بیارین، شما میتونید بی نهایت فرد وارد کنید. یعنی شما میتونید 1000 نفر فقط مستقیم خودتون وارد کنید و 50% رو بگیرید. مثل این فرق که تا الان 241 نفر ورودی مستقیم خودشن که آورده و سعی کنید 50% گرفته. یه نکته که خیلی مهمه اینه که شما اگر CK1 خودتون رو فقط فعال کنید و کسی رو معرفی کنید به این نرم افزار، 200 ترن وارد میکنه، 50% به شما میده، یعنی نزدیک 80 ترن به شما میده با اون کارمزدی که الان خود سایت برمی‌داره مقدارشو. و اگر اون فرد بره CK2 رو فعال کنه، یعنی 900 ترن رو فعال کنه، اما شما CK2 تون فعال نباشه، اما CK1 تون رو فعال کردین، یعنی رفتین کار استخرتون رو انجام بدین تا برین CK2، ولی اون نفری که شما مستقیم وارد کردین CK2 رو وقتی فعال کنه ولی شما فعال نباشین، به شما هیچ پورسانتی نمیده و شما درآمد سوق میشه. بعد توصیه که من به شما میکنم CK1 رو که فعال کردین، بعد مستقیم CK2 رو فعال کنین تا اگه کسی که شما ورودی کردین آوردین وارد نرم‌افزار، آوردین داخل این پلتفرم، اگر اون وقت CK2 رو فعال کردن 900 ترن شما دست ندین، 50% 900 ترن نزدیک 400 تا 50 ترنه که شما اون دست میدین اگه فعال نکرده باشین. و اگر کسی هم آوردین که هم CK1 رو فعال کرد سودش رو گرفتین، هم 2 و هم 3 و CK3 هم فعال کرد، شما هم دیگه بعد میان CK3 رو فعال کنین تا بتونین پورسانتش رو بگیرین. خب این یه روشیه که کنار اون روش استخر میتونید کسب درآمد کنین. شما میان یه 2 تا استخر میخرین، اما به نظرم اول کار که وارد میشین 2 تا استخرتون رو بخرین، 2 تا CK تون رو بخرین تا بتونین پورسانت رو کامل بگیرید، یعنی هیچ پورسانتی واسه سوخت نشه. و باز اون هر کدوم از اینا اگه بتونن کسی رو بیارن، خب باز به نفع شما میشه. خب دوستان، چند تا نکته میخوام بهتون بگم راجع به این که اولا میخوام مطمئن بشیم که این سایت پانزه نیست. خب نکته اول این که خب ما وارد حساب کاربری خودمون شدیم، آیدی اون هست 2021 که در قسمت وی آیدی میتونید آیدی رو سرچ کنین و حساب کاربری رو مشاهده کنین. ما ابتدا یک نفر زی مجموعه گرفتیم که همون لحظه 50% پورسانتمون رو داخل کیف پولمون، نه داخل سایت، داخل هم کیف پولمون ارسال شد و حتی میتونیم همون لحظه برداشت کنیم. CK1 و 2 هم تا الان فعال کردیم و $13 هم که تا الان موجودی مونه. میخوایم بریم بالا وارد کیف پولمون بشیم تا ببینیم نحوه واریز و برداشته به چه صورت تا الان بوده. خب این کیف پول میریم قسمت ارز ترون میشیم. از ابتدا یه بخوام شروع کنم، ما 201 ترون، حالا اشتباهی ما به هم اول گفتم 220 ترون حتما باشه. کارمزد صرافی هم در نظر بگیرید، یک نزدیک 45 ترون انگار کارمزدشه که بعد حالا باز یه مقدار اضافه کردیم تا بتونیم CK1 مون رو فعال کنیم. اینجا 200 ترون برای CK1 برداشت زد خود کیف پول. یعنی شما وقتی حتی زمانی که اینجا این و میخوایم با پول بزنین، کیف پول از شما میپرسه که میخواین 200 ترون به این سایت ارسال کنین برای سیکل و شما تایید میزنید. 24 مثبت هر شونه همه برای پورسانتامونه که مستقیم حتی داخل سایت هم میگم نگهداری نمیشه، مستقیم وارد کیف پولتون میشه و همون لحظه شما میتونید برداشت کنید، هیچ مشکلی نداره. 706 تا دوباره وارد کردیم که بتونیم CK2 رو بخریم. اینجا 900 تا برای CK2، 108 تا پست پورسانت، 134 تا برداشت داریم به داخل صرافی که بتونیم نقدش کنیم که مطمئن باشیم که دیگه حتی لازم مشکل نداره. 108 تا دوباره پورسانت، دوباره این 108 تا رو برداشت دادیم، 24 تا و مثبت 80 هم که این برای زیر مجموعه بوده که
حالا میگم 20 ترون هم کارمزد سایت برمی‌داره، حدود 80 ترون از طریق خود زیرمجموعی که معرفی کردیم و ما پرداخت شد. خب این پس این تا اینجا پس این مشکل نداره از این لحاظ. سایت پانزی، حالا میخوام یک تعریف بکنم براتون. سایت پانزی به این صورته که شما یک مبلغی که وارد سایت میکنید داخل سایت میمونه، یعنی چون قابلیت برداشت به تا یه حدودی نداره، یه محدودیتی داره. مثلا میگه یک مبلغی برسه بعد شما میتونید پول برداشت کنید. خب تا موقع ممکنه اصلا سایت جمع بشه و پولتون کلا پوش بشه. پس این یه مشکلی سایت پانزی داره و این سایت خب یک چیزی که هست که مستقیم وارد کیف پولتون میشه، یعنی همون لحظه حتی 8 ترون هم شما پورسان به حساب بگیرین وارد کیف پولتون میشه. پس این یه نکته دیگه، اکثر سایت پانزی حالت سود ماهانه دارن، 10% 20%، این اصلا ربطی به اون نداره، این سرمایه گذاریه. شما میگم زیرمجموعه میگه استخ فعال میکنه و اون صورت. و هم نکته اصلیش اونی که شما پولی داخل سایت نگه نمیدارین، مستقیم وارد کیف پولتون میشه بدون هیچ مشکلی، مستقیم وارد کیف پولتون میشه. خب یه چیز دیگه هم هست، اینکه کارمزد سایت خودش باعث میشه که میگیم سایت مطمئن. یعنی چی؟ همون گفتم 220 ترون شما وقتی وارد میکنین 20 ترون سایت کارمزد برمی‌داره. حتی برای اون پورسانته هم که میگم برای اون زیر مجموعه 50% یه مبلغ حدود 20 ترون هم باز کارمزد داره. پس همین کارمزدی که داره میگیره مطمئن میشیم که این سایت پانزی نیست. در حالی که سایت پانزی اکثرا کارمزدی نداره، حتی بونوس هم بهتون میدن به عنوان کسی که حالا میخواد معرفی کنین و یک شرایط خاصی بهتون میدن که شما مشتاق بشین سرمایه‌گذاری کنین و پول هم خب داخل سایت، یعنی محدودیت میگه یک سال شاید نتونین پول برداشت کنین. و این اطلاعات دادم که خب یعنی راجع به سایت بگم که ویژگی‌هاش اینجوریه و مطمئن این چیزی که من دارم به شما میگم این مشکلی نداره با اون وقت و میتونین استارت کارتون رو بزنید. یه چند تا کلیپ هم براتون راجع به کسایی که با صرافی آشنایی ندارن میذارم که چجوری داخل صرافی کار کنن، خرید و فروش کنن، حالا ارز دیجیتالی هر کاری که میخوان کنن میتونن. حالا اون کلیپو میذارم بعد از این که بتونن این کار استارتش رو بزنن. و یک کلیپ هم میخوام درست کنم برای کسایی که سیستم ندارن و میخوام با گوشی کارا رو انجام بدن و مرور رو طی کنن، چون یکم با گوشی یکم روشش فرق داره. اونم داخل کانال درج میکنم تا بتونن استفاده کنن دوستان. و اگر حالا با گوشی نتونستن، سختشون مشکل داشتن، در حد یک نیم ساعت یک ساعت حالا سیستم کسی رو آشنایی یا میتونن کافی نت برن در چند دقیقه‌ای برن فقط همین کارا رو انجام بدن، افتاده حساب کنن و از اون به بعد دیگه کارا تموم شد با گوشی دیگه مرور پیگیری کنن. حالا میخوان داخل چیز برن، داخل اکانتشون برن، چون زیاد لازم نیست شما بیاین داخل اکانت هی چک کنین، مثلا چون کار خاصی نمیخوان انجام بدن. استخ شما باز کنین اون استخ خود به خود باز میشه، یعنی استخ 1 تا 4 خود به خود باز میشه، اصلا لازم شما حتی استخ فعال کنین. فقط استخ 1، استخ 5 و استخ 9 که میخوان باز کنین اونجا بیاین بایو بزنین، پول وارد کنین، اون موقع استخ فعال بشه. ولی مثلا از استخ 1 تا 4 خود به خود فعال میشه، 5 تا 9 خود به خود فعال میشه، مثلا شما حتی لازم دست بزنید. و 9 تا 14 همون صورت. زیر مجموعه هم که خب دیگه میگیرین دیگه، اصلا لازم نیست شما کاری کنین. و میگم به خاطر میگم زیاد لازم نیست همیشه داخل سایت بیاین. اگه کسی که گوشی مشکل داشتن همون روشی گفتم و انجام بدن. یک کلیپ هم که خب گفتم راجع به صرافی حالا ایکس کنه میذارم که کسایی که مشکل دارن در احراز هویت اینا مشکلشون رفع بشه تا بتونن کارو شروع کنن. خب ممنون از اینکه این کلیپو کامل دیدین. امیدوارم که مفید باشه. حالا آیدیمو که داخل کانال هست و میتونن دوستان اونجا پیام بدن اگه مشکل داشتن جای موندن تا بتونم رفع اشکال کنم براش. ممنون، مرسی و خدا نگهدار.